قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سروران عزیز و دوستان بسیار گرامی و ارجمند، در روز بسیار مقدس قرار داریم، روز مبارک جمعه. موضوعی که امروز خدمت شما انتخاب کرده‌ام در موضوع اهمیت نماز جماعت و فضیلت نماز جماعت است. عزیزان محترم، نماز جایگاه خاصی در اسلام دارد. از آنجایی که حضرت صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند فرق در میان مسلمان و کافر با نماز است. اگر نماز را از بین برداریم، هر آن خطری است که انسان در کفر داخل شود. و سپس الله تبارک و تعالی می‌فرمایند: ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بر مسلمانان وقت فرض شده است، با اوقات تعیین شده بر مسلمانان الله تبارک و تعالی نماز را فرض قرار داده است. موضوع در مورد اهمیت نماز نیست. نماز یکی از فرایض الهی است که باید انسان‌ها او را به جای بیاورند. و حتی بعضی از علما نوشته کردند اگر یک انسان قصداً نماز را ترک کند، او واجب القتل است. کشتن او جایز است برای حکومت اسلامی. عرض کردم موضوع این هفته در مورد اهمیت نماز جماعت و فضیلت نماز جماعت است. عزیزان من، الله تبارک و تعالی نماز را مشروع قرار داده است، اما فرائض، سنت‌های نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز را در قرآن نیاورده. تعیین کننده واجبات و فرائض نماز ان حضرت صلی الله علیه و سلم هستند. در قرآن فقط دستور داده شده است که نماز بخوانید، اما این نماز چطور خوانده شود و با چه کیفیت ادا شود،
ایرا رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند. لذا کیفیت نماز ان حضرت صلی الله علیه و سلم در تمام کتب احادیث نقل شده است. رسول الله چطور ایستاد می شدند و چطور وضو می گرفتند، چطور نماز می خواندند، چطور قرائت می کردند، همه چیز را اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نقل فرمودند. اما نمازی که رسول صلی الله علیه و سلم خواندند با جماعت خواندند و دستور فرمودند که نمازهایتان را با جماعت ادا کنید. فلسفه نماز جماعت و حکمتی که در نماز جماعت است بیشمار است. همی که خان و گدا، شاه و گدا یک جای در یک صف ایستاده می شوند پیش خدا و سر تعظیم را فرود می آورند. و دیگه ای که هر کسی از گدا و فقیر اگر در صف اول ایستاد شود هیچ کسی حق ندارد او را از او جای تکان بده. او نماز خود را ادا می کند. انسانها هنگامی که در نماز ایستاد می شوند، شاه و فقیر، شاه و گدا همه برابر هستند. همه ایستاد می شوند در یک صف پیش خدا، سر تعظیم را فرود می آورند. نشانی از الفت و مودت است، نشانی از اتفاق و اتحاد است، نمادی از یک اجتماع متمدن است. در جایی که به نماز محافظت می شود، به نماز جماعت، و انسانهای اون منطقه به نماز جماعت و به مسجد پایبند هستند، همه با هم محبت دارند، همه با هم الفت دارند. اهمیت نماز جماعت را از کجا خواهیم فهمید؟ 5 روز برای وفات رسول صلی الله علیه و سلم و یا در روایت 4 روز میماند برای وفات حضرت صلی الله علیه و سلم. حضرت صلی الله علیه و سلم تا 4 روز که به وفات حضرت صلی الله علیه و سلم باقی میماند کل نمازایشان را با جماعت میخوانند. نماز شام را با اصحاب خود میخواند با جماعت، سوره مرسلات را میخواند. اما در نماز خفتن چنان مرض حضرت صلی الله علیه و سلم شدت میگیرد که توان حرکت را ندارند که به طرف مسجد حرکت کنند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنند، میفرمایند که حضرت صلی الله علیه و سلم نماز خفتن بود، چشمان خود را باز کردند، گفتند آیا مردم نماز خواندند یا خیر؟ حضرت عایشه گفتم نه خیر یا رسول الله، تا هنوز نماز نخواندند و انتظار تو را میکشند. رسول الله فرمود آبی را در تشت بمانید و بیاورید. میفرماید که ما آب را آوردیم در تشت. حضرت صلی الله علیه و سلم غسل کردند. هنگامی که از غسل فارغ شدند حرکت کردند به سوی مسجد. هنگامی که میخواستند به طرف مسجد حرکت کنند بیهوش شدند. چند لحظه بعد به هوش آمدند. گفتند آیا مردم نماز خوانده یا خیر؟ ما گفتیم که نه خیر یا رسول الله، مردم در انتظار تو نشستند. گفت آب بیارید. آب آوردیم، رسول الله غسل کرد. همی که میخواست به طرف مسجد حرکت کند یک بار دیگه از هوش رفت و بیهوش شد. چند لحظه به همین حال گذشت. رسول الله از دوباره چشمان خود را باز کرد. گفت آیا مردم نماز خواندند؟ عرض کردن یا رسول الله مردم در انتظار تو نشستند، نماز نخواندند. گفت آب بیارید. آب آوردند، غسل کرد، سپس حرکت کرد که به طرف مسجد برود، بیهوش شدند و افتادند. بعد از اینکه چشمان مبارک خود را باز کرد گفت حضرت ابوبکر را امر کنین که تا نماز را برپا کند با مردم. رسول صلی الله علیه و سلم توان حرکت کردن را نداشتند. ظاهر یک قصه معلوم می شود اما در حقیقت پیامی برای امت خود دارد. رسول الله بیهوش می شوند 3 بار برای اینکه به نماز جماعت شرکت کنند. در این روایت اهمیت نماز جماعت معلوم می شود که نماز جماعت چقدر اهمیت دارد که رسول الله حرکت می کنند و بیهوش می شوند.
اهمیت نماز جماعت را میرساند. پیامی که برای امت دارد است که ای امت من پایبند نماز جماعت باشید. حتی برای رسول صلی الله علیه و سلم در حالت جنگ و جهاد اجازه داده نشده است که نماز جماعت را ترک کنند، در جایی که در قرآن می‌فرمایند الله تبارک و تعالی گروهی از مسلمانان را با خود استاد کن و نماز جماعت را برپای دار، و سپس این گروه برود در مقابل دشمن قرار بگیرد و گروهی دیگه بیاید و آنها نماز جماعت بخوانند. عجیب است، این را قرآن نقل می‌کند. گروهی از آنها را با خود استاد کن و نماز جماعت را برپای دار. به ان حضرت صلی الله علیه و سلم در حالت جنگ، در حالتی که مورد هجوم دشمن قرار گرفتند، اجازه ترک جماعت داده نشده است. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که ان حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند فرشتگان پی در پی بر شما وارد میشوند، گروهی در شب میآیند و گروهی در روز، اما فرشتگان روز و شب در نماز عصر و نماز صبح جمع میشوند، یک جای میشوند. سپس آنانی که شب را تیر کردند میروند به بالا، از آنجایی که خداوند متعال از احوال بندگانش بهتر از فرشتگان اطلاع دارد، پرسان میکند که بندگان من را به چه حال رها کردین شما؟ ملائکه ها میگویند که یا الله، هنگامی که ما وارد شدیم آنها نماز میخواندند، هنگامی که می آمدیم هم آنها نماز میخواندند. سبحان الله، چه فضیلتی بسیار کلان. و در روایت دیگر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند لو یعلمون ما فی العتمه والصبح لآتوهما حبوا. سبحان الله، اگر امت من بفهمد که چه پاداش و اجری در نماز خفتن و صبح وجود دارد، میآیند به طرف نماز خفتن و صبح اگر چه خیزان باشند، اگر دست و پایشان بریده باشد، پایشان بریده باشد، با سینه خودشان خیزان به طرف نماز جماعت حرکت میکنند. اگر امت ما بفهمد که در نماز صبح و خفتن چه اجر و پاداشی وجود دارد. و حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه میفرمایند شنیدم از رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمودند من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هر کسی که نماز جماعت خفتن را با جماعت ادا کند در مسجد، گویا که نصف شب را تمام ایستاده است پیش خداوند متعال و نماز خوانده است. و هنگامی که نماز صبح را به جماعت ادا کند یک نفر و یک شخص، گویا که تمام شب را در نماز ایستاده و پیش خدا نماز خوانده است. چه فضیلتی کلان. بسیاری میگویند که شب تاریک است، بسیاری معتقدند که باران است، هوا سرد است و خنک، باران است و برف است، اما رسول الله میفرمایند بشر المشاعين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. بشارت بده، مژده بده به آنانی که در شب در تاریک به طرف مساجد حرکت میکنند و میروند و در نماز جماعت شرکت میکنند. رسول الله میفرمایند مژده بده به نور تام در روز قیامت، که در روز قیامت آنها را نور تام در بر میگیرد. الله تبارک و تعالی نصیب من شما بگرداند. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنند، میفرمایند که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم از نماز جماعت هیچ کسی تخلف نمی کرد مگر یک انسانی که منافق می بود و نفاق او معلوم بود. انسان منافق و نفاق او معلوم بود، همه مردم می شناختند که فلان شخص منافق است، او آدم به نماز جماعت نمی آمد. و سپس عرض می کند که ما را می دیدی در زمان رسول الله که یک شخص را دو نفر می آوردند در حالی که از دو پهلو او را می گرفتند و او را داخل مسجد می کردند و در صف ایستاد می کردند. او را اینقدر مریض که او را دو نفر گرفته از دو پهلویش و او را می آوردند در صف ایستاد می کردند. این پیام دارد که در زمان رسول الله فقط منافقین از نماز جماعت تخلف می کردند. از شأن مسلمان نیست،
از شأن مؤمن، از شأن کسی که امت رسول صلی الله علیه و سلم او خود را میداند و لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، میگه در شأن او زیبنده نیست که او نماز جماعت را ترک کند و در جایی که آذان را میشنود. سبحان الله. حضرت عتاب بن اسید که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم به عنوان والی و فرمانده مکه معظمه تعیین شده بودند. شما میدانید مقر رسول صلی الله علیه و سلم مدینه منوره بودند. حضرت عتاب بن اسید رضی الله تعالی عنه حتما این شخصیت بسیار ارزشمند است که رسول الله او را بر بالای مکه معظمه والی تعیین میکند. میفهمین چی میگوید؟ میفرماید که به خدا قسم هرگاه من مطلع شوم که یکی از شما بدون کدام عذر از نماز جماعت تخلف کرده است، من گردن او را قطع میکنم و میکشم و او را به قتل میرسانم. حضرت عطا بن ابی رواح و حضرت امام احمد بن حنبل رحمهم الله معتقد هستند که حضور در نماز جماعت فرض است. این دو نفر معتقد هستند که حضور در نماز جماعت سنت نیست، واجب نیست، بلکه حضور در نماز جماعت فرض است. حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنه و رحمهم الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شنیدن که بعضیا به نماز جماعت نمی آیند. 1400 سال پیش از این شنیدن که بعضیا به جماعت نمی آیند. پیام روان کردند، گفتن ای مردمی که شما از نماز جماعت تخلف میکنید، یا به نماز جماعت حاضر میشوید یا کسی را روان میکنم که گردن شما را بزند. سپس به والیان خود پیام روان کرد در اطراف و اکناف جهان. گفت ای والیان، اگر نماز را با جماعت حفظ کردید شما دین را حفاظت کردید، و اگر نماز را با جماعت نخواندید شما دین را ضایع کردین، فرامین اسلامی را ضایع کردین. و حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که یک نفر یک ماه پیش حضرت عبدالله بن عباس رفت آمد میکرد. يسأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة مات قال في النار. یک نفر پیش حضرت عبدالله بن عباس آمد، گفت یک نفر روز را روزه میگیرد، شب را تا صبح ایستاده است، نماز میخواند، تهجد میخواند، تلاوت میکند، اما به نماز جمعه و جماعت حاضر نمیشود. به نماز جمعه و نماز جماعت در مسجد حاضر نمیشود. حضرت عبدالله بن عباس فتوا دادند که این آدم در آتش جهنم است. روز را روزه میگیرد و شبم ایستاده است، نماز میخواند، اما در نماز جماعت شرکت نمی کند. به فتوای حضرت عبدالله بن عباس این انسان جهنمی است، این انسان وارد جهنم خواهد شد. ربیع بن خیثم فلج شده بودند، هر دو پایش را از دست داده بود. دو نفر او را از شانهایش می گرفتند، او را به مسجد می آوردند، سپس او را در صف اول قرار می دادند. کسی گفت ای ربیع بن خیثم، شما فلج شده این، شما از نظر شرعی معذورید، برای شما رخصت است، شما نماز را در خانه تان بخوانید. ایشان فرمودند که کسی که آذان را بشنود و اجابت نکند او مسلمان نیست. هر کسی که آذان را بشنود اگر سینه خیز هم باشد باید به جماعت حاضر شود. به فتوای حضرت ربیع بن خیثم. حضرت عبدالله بن ام مکتوم، حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه، صحابی نابینا، صحابی کور، آمدن پیش الحضرت صلی الله علیه و سلم. گفت یا رسول الله، در مدینه منوره حیوانات وحشی و درنده زیاد شده اند و خانه من از مسجد فاصله دارد و کسی هم نیست که مرا از دست بگیرد و به مسجد بیاورد. یا رسول الله، اجازه دارم که در خانه نماز بخوانم. یک شخص نابینا و کور از رسول الله فتوا طلب می کند، آیا من اجازه دارم که در خانه نماز بخوانم؟
خانه از مسجد فاصله دارد. در مدینه منوره حیوانات وحشی زیاد شدند، کسی هم نیست که مرا از دست بگیرد و به مسجد بیاورد. صحابی نابینا از رسول الله فتوا میخواد و طلب میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند آیا اذان را میشنوید؟ فرمودند بله اذان را میشنوم. گفت که ای عبدالله اجازه نمیتم که تو نمازهایت در خانه بخوانید، نماز باید در مسجد بخوانید. رسول الله میگوید اگر اطفال خرد نمی بود، کودکان نمی بود، زنان و سیاسرها نمی بودند در خانه ها را بر بالای آنها آتش میزدند، کسانی که به نماز جماعت نیامدند. ابن قیم رحمه الله میفرمایند که محال بود که به خاطر ترک سنت یا مستحب رسول الله خانه کسی را آتش بزند. پس معلوم می شود که نماز جماعت واجب است، زیرا که رسول الله میگوید تصمیم گرفتم که خانه های گروهی را که به نماز خفتن نیامدند آتش بزنم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. نماز انسانها قبول نیست، مخصوصا نماز کسانی که همسایه مسجد هستند. نماز همسایه مسجد قبول نیست مگر در داخل مسجد. فتوای حضرت علی است. همسایه مسجد باید در مسجد نماز بخواند و نمازی که در خانه میخواند نمازش قبول نیست. کسی عرض کرد که ای علی من جار المسجد؟ قال من اسمعه المنادی. فرمودند که همسایه مسجد چه کسی هست؟ گفت همسایه مسجد هر آن شخصی هست که آذان را میشنود، او همسایه مسجد است. و در جای دیگه میفرمایند من سمع النداء فلم یأتیه لم تجاوز صلاته رأسه الا بالعذر. هر کسی آذان را بشنود و به نماز جماعت حاضر نشود، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند نمازی که در خانه خوانده است او نماز از سر او تجاوز نمی کند، از بالای سر او بالا نمی رود. یعنی معنایش نیست که قبول نمی شود، در درگاه حق او نمازی او قبول نمی شود. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند اگر یک انسان گوشه های او از سرپ آوشوده پر شود، سرپ چقدر داغ است، از سرپ داغ شده و آوشوده گوشه های یک انسان پر شود، بهتر است از این که او آذان را بشنود و به نماز جماعت حاضر نشود. اینا اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هستند. و در جای دیگه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه میفرمایند من سمع المنادی ثم لم یجب من غیر عذر فلا صلاة له. کسی که بشنود آذان را و سپس به نماز جماعت حاضر نشود فلا صلاة له الا من عذر، پس نماز برای او نیست. نمازی که در خانه خوانده است به فتوای ابن عباس نمازش صحیح نیست مگر ای که عذر داشته باشد. اگر معذور باشد او گپش جداست. فقد عمر رضی الله تعالی عنه رجلا في صلاة الصبح. در زمان حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نماز صبح حضرت عمر خواندند. نگاه کردن این طرف و آن طرف، دیدن که یک نفر نیامده به نماز صبح. فارسل الیه، نماینده خود را به طرف او روان کرد. برو از فلان نفر خبر بگیر، از فلان شخص خبر بگیر که چرا در نماز صبح نیامده است. فجاء فقال این کنت. نماینده حضرت عمر رفت و اون نفر را آورد. فرمود این کنت، کجا بودی؟ در نماز صبح نبودی. فقال كنت مریضا. گفت ای عمر من مریض بودم، من امروز صبح نتوانستم به نماز جماعت حاضر شوم. ولولا ان رسولك اتانی ما خرجت. ای عمر اگر نماینده تو پیش من نمی آمد من بیرون نمی شدم، اما نماینده تو آمد دروازه را زد و ناچار شدم پیش تو آمدم. فقال عمر فإن كنت خارجا إلى أحد فخرج إلى الصلاة. اگر تو برای کدام نفر خارج میشوید از خانه خود، پس به نماز خارج شو. میدانید منظور حضرت عمر چی بود؟
یعنی من نماینده خود را به تو روان کردم، تو این قدرم مریض نبودی، تو تا اینجا پیش ما آمدی، به نماینده ما خارج شدی از خانه‌ات. اگر پیش کسی خارج میشوی از خانه‌ات، پس برای نماز خارج شو، پس برای نماز حاضر شو. در زمان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم پرسان میکردند فلانه چرا نیامده است در نماز؟ امروز ما از کسی نمیتوانیم پرسان کنیم، نکند که خفه نشود، نکند که او قهر نکند. بسیارم که بعضی از دوستا پرسان میکنیم، بسیار با احتیاط، با کلمات بسیار محتاطانه از موضوع پرسان میکنیم که فلانی در نماز صبح نبودی، فلانی در نماز خفتن نبودی، فلانی چند روز میشود در نماز حاضر نمیشوی. بسیار با احتیاط از او پرسان میکنیم. اما ببینید در زمان رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که مخالفت از نماز جماعت را مگر یک انسان منافق میکرد و او هم که نفاقش معلوم بود، یا یک انسانی که معذور می بود. و انسانانی که مریض بودند آنها را می فرمایند که 2 نفر می گرفتند از 2 پهلویش و آنها را می آوردند در صف اول، آنها را قرار می دادند. الله تبارک و تعالی در قرآن می فرماید خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. در سوره قلم می فرمایند انسانان ریاکار در روز قیامت چشمانشان را پایین گرفتند، در حالی که ترهقهم ذله، ذلت آنها را فرا گرفته است، اطراف آنها را ذلت و خاری گرفته است. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. قبلا در دنیا آنها به طرف نماز جماعت فرا خوانده می شدند، اما به نماز جماعت حاضر نمی شدند. آنها به نماز جماعت حاضر نمی شدند. قرآن را می گوید. تفسیر قرطبی را اینطور ترجمه می کند ای معافون اصحا، در حالی که جور بودند، سالم بودند، در عافیت بودند، اما به نماز جماعت حاضر نمی شدند. آذان را می شنیدند اما به نماز جماعت حاضر نمی شدند. ابراهیم تیمی می گوید ای یدعون بالاذان والاقامه فیأتون. آنها به آذان و اقامت دعوت داده می شدند به طرف نماز، اما نمی آمدند. سعید بن جبیر می گوید كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. آنها حي على الفلاح را می شنیدند، حي على الصلاة را می شنیدند، اما نمی آمدند، در نماز حاضر نمی شدند. الله تبارک و تعالی می فرمایند این انسانها در روز قیامت چشمانشان از شرمساری پایین گرفتند، ذلت و خواری اینها را فرا میگیرد. آنهایی که در دنیا به طرف نماز دعوت داده شده بودند اما به نماز جماعت نیامدند و در نماز جماعت شرکت نکردند. عزیزان من، شما الگو هستین و مقتدا در خانه‌تان. اطفالتان، نسل آیندهتان به دنبال شما اقتدا می‌کنند. آنها می‌بینند که پدر و پدرکلان به نماز می‌رود یا نه. آنها نگاه می‌کنند که آیا برادر کلان به نماز جماعت حاضر می‌شود یا خیر. اطفالتان به شما نگاه می‌کنند، حتی زنانتان هم به شما نگاه می‌کنند. می‌فهمید نیامدنتان چه تأثیری منفی می‌ماند در ذهن اطفالتان، در ذهن کودکانتان، در ذهن نسل آیندهتان. شما به نماز جماعت نمیایید، شما فکر میکنید که کاری که نکرده اید. چیست؟ میگم کاری که مرتکب نشدم. شما میدانید نماز جماعت چه اهمیت دارد. نیم ساعت یا 40 دقیقه است که داریم نقل میکنیم از اقوال رسول صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول الله، از قرآن، از آیات در مورد اهمیت نماز جماعت، که نماز جماعت چه اهمیت دارد. عزیزان من، قبل از اینکه دروازه های مسجد بسته شوند، قبل از اینکه آفتاب از جانب مغرب طلوع کند، قبل از اینکه نفس های آخریتان در حلقوم برسد و نفس آخرتان باشد، قبل از او بشتابید به مساجد. نسل های آینده از شما الگو برداری میکنند، از شما نمونه برداری میکنند، میبینند بابا کلانشان به نماز جماعت حاضر میشوند یا خیر. بزرگان ما، اسلاف ما در هیچ وقت حاضر نبودند نماز جماعت را از دست بدن.
اما بین شما تنها با سردرد و کمردرد حاضر هستیم نماز را ترک کنیم. میگوییم در موتر بودم، میگوییم در راه بودیم. عزیزان من، امروز چیزی که زیاد است مساجد. شما هر جا میتوانین توقف کنین، ایستاد شوین، وقت نماز برایتان معلوم است، ایستاد شوین نماز به جماعت بخوانید، خودتان به یک مسجد برسانید، 10 دقیقه وقتتان اضافه صرف کنین. هیچ وقت به خاطر ای که شما در راه هستین، از شهر میایین به خانه‌ات میایید و در وسط راه وقت نماز میرسد، حتما خودتان به یک مسجد برسانید و نماز خود را ادا کنید. دیگران و نسل آینده شما از شما نگاه میکنن و از شما پیروی میکنن. یکی از دوستا میگفت که من سیگرت میکشیدم، هنگامی که او سیگرت ما تمام شد اما آخر سیگرت خود را انداختم در داخل یک پیاله. وقتی که من بیرون شدم دیدم یک بچه 6 ساله ما او سیگرت گرفته است، در دهن مانده است و او را میکشه. من از پنجره صدا زدم، گفتم سیگرت نکش. از او طرف دروازه وارد شدم، یک سیلی بسیار محکم در گوشش زدم، گفتم چرا سیگرت میکشی؟ فرمودن که میگه او بچه گفت 6 ساله، پدر تو چرا میکشی؟ میگه مولوی صاحب به خدا قسم حیران بودم که جواب این بچه و فرزند 6 ساله را چی بدم. مرا میگه پدر تو چرا میکشی؟ عزیزان من، فرزندانتان را، اطفالتان را بکشانید به مساجد، به نماز جماعت بکشانید. رسول الله میفرمایند فرزندانت که به 7 ساله به سن 7 ساله رسیدن امر کنین به نماز، به سن 10 ساله که رسیدن آنها را بزنین به نماز. اگر نماز نخواندن بزنین آنها را به نماز خواندن بزنین. الله تبارک و تعالی میفرماید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آن روز را بیاورین که نه مال و نه فرزند هیچ کس به نفعتان نمیرسد، هیچ کس به دردتان نمیخورد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یک انسان پیش خدا بیاید با قلب سالم پیش خدا بیاید. الله میگوید دیگر نه مال و نه زن و فرزند و نه اطفال و نه کودکان هیچ چیزی به نفع شما به درد شما نمیخورد، مگر کسی که با قلب سالم بیاید پیش خداوند متعال. دعا کنیم که الله تبارک و تعالی توفیق عنایت بفرماید که بیاییم به مساجد و به مساجد خود را حاضر کنیم. عزیزان من، چه بهانه‌ای دیگه وجود دارد؟ هوا بسیار خوب شده است، ما ببینیم هوا بسیار خوب شده است و بعدم میبینیم مساجد خالی هستند. در نماز خفتن مساجد خالی اند، در نماز صبح مساجد خالی اند. اما وقتی که پرسان می شود به خاطر یک نفر مهمان که او مسلمان و مسلمان زاده است، او کافر نیست، مشرک نیست، او یهودی و نصرانی نیست، او مهمان تو، به خاطر یک مهمان تو نماز را ترک می کنید، به خاطر یک مراسم عروسی نماز را ترک می کنید، به خاطر ختم قرآن نماز را ترک می کنید. او ختم قرآن چه ثواب دارد که تو به خاطر اون نماز را ترک کردی؟ در او عروسی چه خیر و برکت باقی بیماند که به خاطر اون نماز ترک شود؟ نماز ترک نکنید، به نماز خود را حاضر کنید و هنگامی که خودتان به نماز حاضر شدین پس که رفتین در خانه‌تان ببینین که همسرتان، زنتان، دخترتان، همشیره‌تان، مادرتان، خواهرتان نماز خوانده یا خیر. شما ای که در صف اول ایجابیه این نماز بخوانید به این خلاص نمیشید از عذاب الهی. آنها را نیز از عذاب الهی نجات بدین، دست آنها را بگیرین، آنها را از خواب غفلت بیدار کنین که عذابی در پیش رو است و قبر بسیار تاریکی در پیش رو است. قبل از اینکه در قبر تاریک گرفتار شوین، قبرهایتان را با نماز جماعت و با مساجد نورانی کنین و نور افزانی کنین. الله تبارک و تعالی باطن من شما را اصلاح کند، درون من شما را اصلاح کند. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند
و کسانی که نمیدانند برابرند، همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.